سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من نوشینم. اینجا با هم دیگه به دنیای مد سفر میکنیم و کل چیزای جدید یاد میگیریم. امروز میخوایم راجع به یکی از جالبترین کالکشن های تام براون که در سال 2023 به نمایش در اومد با هم صحبت کنیم. پس اگر دوست داری تا آخر ویدیو با من همراه باش. قبل از اینکه کالکشن رو با هم بررسی کنیم، میخوام یکم از برند تام براون و سبکی که داره راجبش باتون صحبت کنم. یکی از ویژگی‌های بارز این برند استفاده از پالت رنگی خیلی محدوده که بیشتر از رنگ خاکستری، سفید و مشکی استفاده میکنه. همچنین پارچه‌هایی که استفاده میکنه همشون تکسچر خاصی دارن و باعث میشه که لباس‌های این برند خیلی زیباتر به نظر بیان. بیشتر به خاطر کت شلوارایی که داره معروفه و جزو برندهای لوکس محسوب میشه. همیشه کارهای خاص و مفهومی ارائه میده. فرم کت هایی که درست میکنه اکثرا کلاسیکن و کلا وایبی که این برند داره وایب کلاسیکه. مدیر خلاق این مجموعه هم در حال حاضر خود تام براون هستش که یک طراح آمریکاییه، ولی از بقیه طراحهای آمریکایی یه مقدار متفاوته. اگر ویدیو پولو رو دیده باشین براتون لینکش هم میذارم که اگه ندیدین برین یه سر بزنید. آقای رالف هم یک طراح آمریکایی بود، ولی طرحهایی که برند پولو داره با طرحهای تام براون خیلی متفاوته. به خاطر اینکه تام براون خیلی سعی میکنه لباسهاش حالت مفهومی داشته باشن و یک داستانی برای تعریف کردن داشته باشن. حالا بیاین با هم دیگه بریم به سال 2023 و روی صندلی بشینیم و منتظر باشیم تا نمایش به اجرا در بیاد. نمایش شروع میشه. وقتی که پرده بالا میره، اولین چیزی که به چشم ما میخوره دیدن چهره تام براون به تعداد خیلی بالاه. تعداد این سرهایی که چاپ شده بود حدود 2000 الی 3000 تا بودن که انگار یه سری تماشاچیانی بودن که در مقابل تماشاچیای واقعی قرار داشتن. ولی حالت تکرار شونده‌ای که تام براون اینجا اجرا کرده بار اولش نیست و توی کالکشن‌های قبلیش هم این کار رو با اشکال مختلف انجام داده. خیلی از نظر بصری تونسته فشن شوهاشو تبدیل به یک فشن شو خیلی جالب و منحصر به فرد کنه. اولین مدلی که به صحنه میاد یک مردیه که دستش یک عالمه چمدون داره. اون چمدون‌ها روی زمین میذاره و به ادامه مسیرش میره. بعد از اون مدل سوم که روی صحنه میاد یک خانومیه که روی اون چمدون‌ها میشینه و ما تا آخر فشن شو میبینیم که این خانوم روی چمدون‌ها نشسته و انگار منتظره. به ساعتی که وجود نداره هی نگاه میکنه و زمان رو انگار میسنجه. مدل چهارمی که روی صحنه میاد اولین چیزی که توجه ما رو به خودش جلب میکنه اون کلاهیه که شبیه سر کبوتره و همینطوری به پایین لباس نگاه میکنیم. اولش در قسمت یقه پرهایی رو میبینیم که با پرهای طبیعی نیستن و جنسشون از کتونه و همینطور پایین تر میایم طرح کت رو در قسمت کمر میبینیم. این طرح رو اگه یادتون باشه توی متگالا ما توی لباس جیجی حدید این طرح رو میبینیم. حالا چرا کبوتر؟ چرا انقدر وایب عجیبی داره این فشن شو؟ حالا جلوتر براتون میگم که دقیقاً منبع الهامش از چی بوده. لوک پنجم که به روی صحنه میاد ظاهر عجیبی داره و شکل زنگوله است. کلاهی که به سر داره و 2 تا سوراخی که برای چشماش در نظر گرفته شده کاملا شکل زنگوله رو نشون میده. خب وایسین، این المان ها دقیقاً ما رو یاد چی میندازه؟ زنگوله‌ای که برای اطلاع رسانی کبوتر، حالت انتظار و اون چمدون‌هایی که اونجا رها شدن. اینجا یک مسافری رو می‌بینیم که توی ایستگاه قطار منتظره تا قطارش برسه. وقتی مدل ششم به روی صحنه میاد، اولین چیزی که توجه ما رو به خودش جلب میکنه کلاه گیسیه که انگار داره از سرش میفته. این کار خیلی عجله داشته موقع آماده شدن و باز هم انگار یک پیامی رو برای ما داره. همچنین یک کتی تنشه که تکسچر خاصی به کار رفته. اگر دقت کنین از لوک اول تا این لوکی که هستیم و حتی در ادامه انگار لباس‌ها روی همدیگه پوشیده شدن. توی چند تا از موارد
آره واقعا لباس‌ها روی هم پوشیده شدن، ولی بعضیاشون لباس‌ها روی هم دوخته شدن، یعنی در واقع یک قطعه لباسه ولی از دور انگار چند تا لباس روی هم دیگه پوشیده شدن. قبل از اینکه ادامه بدیم تا همین جای کار میخوام بهتون بگم که منبع الهام این طراح چی بوده. این طراح از فیلمی به نام پلی تایم در سال 1967 میلادی ایده برداری شده. این فیلم رو من ندیدم ولی نقدهاشو خوندم و میتونم براتون یه چیز کلی رو توضیح بدم و کامل متوجه میشین که چه ربطی داره به این فشن شو و کلا ربطش رو با لباس‌ها و کانسپتی که ازش الهام گرفته متوجه میشین. این فیلم یه کمدی فرانسویه که حالت انتقاد داره به دنیایی که داره به سمت مدرن شدن پیش میره. داستان کلی فیلم یک شخصی رو نشون میده که توی ایستگاه قطار منتظر تا قطارش برسه. توی این مابین که منتظره، صحنه‌های زندگی و احساساتی که در طول زندگیش داشته از جلوی چشمش رد میشن. اونا رو هی داره مجسم میکنه. در فیلم صحنه‌هایی رو نشون میده که ساختمان‌های اداری هستن و اونجا میخواد زندگی مدرن رو به صورتی که ربات گونه شده و خیلی یک نواخته به تصویر بکشه. این فیلم دیالوگ خاصی نداره و تونسته با تصاویر اون هدف خودش رو که در واقع مخالفت و به طنز گرفتن مدرن شدن بوده به مخاطب برسونه و کلاً تم غالب بر فیلم رنگ توسیه. به خاطر همین رنگ توسی و خاکستری توی این کالکشن به شدت دیده میشه. هرچند که جلوتر هم گفتم خود برند تام براون اصلا اونقدر از رنگ‌ها استفاده نمی‌کنه. اومده از این فیلم اقتباس گرفته و این کالکشن رو درست کرده. در نتیجه ما باید شاهد لباس‌هایی باشیم که هم کلاسیکن هم مدرنن. و دقیقاً توی این کالکشن ما یک سری لباس‌هایی رو می‌بینیم که اون لباس‌های کلاسیک با لباس‌هایی که مدرنیزه شدن در کنار هم قرار گرفتن و ادغام شدن و یک لباس جدیدی رو به ما ارائه میدن. مثل لباس 25 با اینکه حالت همون زنگوله‌ای که جلوتر بهتون نشون دادم رو داره، ولی اون حالتی که غیر قرینه است رو انگار با همون حالت مدرنیزم شدن میخواد نشون بده، ولی اون سبک کد قدیمیش رو حفظ کرده. حالا یه چیز جالبی هم که راجع به این لباسای زنگوله‌ای هست اینه که اگر از قسمت آستین اون قسمت پف رو حذف کنیم دقیقاً تبدیل میشه به همون کدهای معروف خود تام براون و این خیلی به نظرم جالبه. لوک 29 یکی از لوک‌های مورد علاقه خودم هست. خیلی خلاقانه پارچه ها رو کنار هم قرار داده با یه چیدمان خاصی و همچنین اون کلاهی که مدل به سر داره شبیه سر شیطانه. حالا این شیطان به نظر من میتونه همون باز قضیه مدرن شدن باشه که چقدر مثلا شیطانیه، چقدر بده، یه همچین قصدی داشته به نظرم. تو این کالکشن ما یک سری لباسایی رو میبینیم مثل لوک 33 که پارچه انگار تیکه دوزی شده و بله واقعا تیکه دوزی شده و این تیکه ها جدا جدا هستن و از نزدیک حالت برجسته دارن. یک پارچه یک دست یا یک چاپ نیست و این هم یکی از کارهاییه که خود تام خیلی علاقه داره، یعنی اینکه بیاد پارچه سازی کنه برای همه کاراش. در انتهای فشن شو ما میبینیم که یه لباسی مثل لباس عروس وارد صحنه میشه و همچنین 2 ساقدوش پشت سرش اون دامن رو گرفتن و اینطوری این شو به پایان میرسه. اون خانومی که از اول روی چمدون‌ها نشسته بود و منتظر بود در آخر با بقیه مدل‌ها برمیگرده و خدافظی میکنه با همه بیننده‌ها. توی خود فیلم هم همین اتفاق میفته، یعنی شخصیت اصلی فیلم تصمیم میگیره اون سفر رو نره و برمیگرده به سمت خونه. کانسپت دیگه هم که تام برای این کالکشن استفاده کرده معماری مدرن بوده و توی همه لباس‌ها ما اون فرم معماری امروزه رو میبینیم. این تیکه رو یادم رفت بهتون بگم. توی لوک 26 وقتی وارد صحنه میشه ما میبینیم که اون خانومه دیگه نیستش و انگار دیگه منتظر نیست. این دقیقاً اشاره داره به همون برگشتنه، یعنی قطار میاد و اون دیگه منصرف شده از اینکه سوار قطار بشه. کلاهی که توی لوک 26 میبینیم دقیقاً شکل قطاره و خیلی خوب تونسته اون سکانس آخر فیلم رو اجرا کنه. خب امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی
یا حتی موضوع جدیدی مد نظرتون هست، برام حتما تو کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. مرسی از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید. توی ویدیو بعدی میبینمت. خداحافظ.